سلام، رسیدیم به سومین میثاق، تصورات باطل نکنید. ما درباره آنچه دیگران می‌اندیشند و یا انجام می‌دهند تصوراتی داریم. آنها را به خود می‌گیریم. آن وقت سرزنششان می‌کنیم و با ارسال زهر عاطفی با کلاممان واکنش نشان می‌دهیم. به همین دلیل است که هر وقت تصوراتی به سر راه می‌دهیم، دنبال مشکل می‌گردیم. تصور میکنیم، تعبیر غلط میکنیم، مسئله را به خود میگیریم و از هیچ فاجعه عظیم میسازیم. ما چون میترسیم توضیح بخواهیم، تصوراتی میکنیم و گمان میکنیم که تصورات ما صائب هستند. آن وقت از آنها دفاع میکنیم و میکوشیم تا دیگری را بر خطا جلوه دهیم. همیشه بهتر است توضیح بخواهیم تا اینکه تصوراتی به سر راه دهیم که موجب رنج کشیدن ما شود. من خودم یکی از آدماییم که معمولا هیچ وقت هیچ کسی توضیح نمیخوام، در عوض کلی با خودم فکر میکنم، کلی رفتارشو بالا پایین میکنم، کلی میسنجم، کلی قضاوتش میکنم و در نهایت توی سرم کلی تصمیمات میگیرم، تصمیمات غلط، تصمیمات اشتباه، بیشترش اشتباه واقعا، چون از اینکه اون آدم رو برنجونم دلهوره دارم. یعنی همیشه نگرانم که نکنه من ازش بپرسم چرا این حرفو زدی، منظورت چی بود یا چرا این کارو کردی و ازش توضیح بخوام و اون آدم ناراحت بشه. و خب این خیلی بده، چون من توی سرم کلی داستانهای خیلی دردناکتر رشد میدم و بعد کم 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 از اون آدم سرد میشم، ازش دلزده میشم و یه جوری میشه گفت کنارش میذارم و این خیلی بده. 4 میثاق کتاب جذابی بود، دوستش داشتم و خصوصا که این میثاق سوم انگار که یه تلنگری بود برای من و بهش فکر کردم و احساس کردم که باید رو خودم کار کنم بیشتر و از آدم‌ها برای رفتارهاشون یا برای اون کاری که منو رنجونده توضیح بخوام، نه اینکه پیش قضاوتش کنم. شما هم این کارو شروع کنید، فکر کنم اتفاقات خوبی توی زندگیمون رخ بده.